الحمدلله رب العالمین. خدا خیرتون بده انشاءالله. هر کسی برای خودش اعتقاداتی داره که قابل احترامه. دنیا پر از مرام و مسلک آقا میرزا، باید به همه اونها احترام گذاشت. منتها باید کمی جهانی فکر کرد. جهان وطن ماست. ما نباید خودمون رو در یک محدوده جغرافیایی مقید بکنیم. ما برای جهانی شدن احتیاج به یک مبنای جهانی داریم، چتری که بتونه همه افراد رو با هر مرام و مسلکی زیر سایه خودش جا بده. مرام شما برای جهانی شدن بی‌شباهت به حکومت جهانی مولای ما نیست. در رأس سازمان جهانی شما کی نشسته دکتر؟ این که اون آدم کیه زیاد مهم نیست. مهم اینه که ما هم به دنبال تشکیل یک حکومت جهانی هستیم. چرا مهمه؟ جز معصوم کسی نمیتونه حکومتی بپا کنه. بله درسته. به هر حال من امروز موظف هستم که بر اساس مرامنامه جهانی با توجه به احترامی که برای شما، عقاید شما و طرفداران شما قائل هستم، زمینه تغییر بستر رودخانه رو فراهم کنم. فکر میکنم این جزء آرزوهای دیرینه شما بوده. گرچه تصمیم گیری در این مورد برام آسان نبود، چون ممکنه مجددا با بلوا و آشوب مردم روبرو بشه و امنیت شهر رو به هم بریزه. ولی خب به قول سعدی بنی آدم اعضای یک پیکرند. این هم یکی از معجزات آخر زمان آقای دکتر، که یکی از مراتب بالای حکومتی زمین ساز چنین حسناتی میشه که سالهای سال آرزوی ما بوده. البته منو به سلسله حکومت وارد نکنید جناب میرزا. این یک مأموریت اضطراریه. تا دیر نشده فرصت رو از دست ندید. تا زمانی که من در اینجا هستم از شما حمایت میکنم. بجنبید. خدا خیرتون بده. شما یکی از درهای بهشت رو به روی خودتون باز کردی. هر کسی لیاقت نداره که جاده صاف کنه آقا باشه. این فرصتیه برای ورود به بهشت. آسون نباید از دستش داد. همین امروز هر کس هر چند نفر رو که میتونه با خودش بیاره، با بیل و ابزار، این رودخونه رو باید به دره سرازیر کنی. تا روز موعود یه یا علی دیگه بیشتر نمونده. بستن این رگ شیطان ثوابش از عزاداری برای حسین اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی من بکته ملائکة السماء. یعنی سلام بر کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند. بی دلیل نبود که از همان روز اول کتاب نوشتند، روایت جعل کردند که این رودخانه نفرین شده است و کذا و کذا. اما امروز حقیقت بر همه ما روشن شده. همانهایی که اعتقادات مردم را سست و متزلزل کردند، همانهایی که خرافات را رواج دادند تا به مردم بقبولانند که این رودخانه باید مسیرش عوض شود، امروز کمر همت بستند برای غارت دفینه ها و میراث پیشینیان. این هویت ماست که غارت می شود. این اعتقادات ماست که مخدوش می شود.
باید مردانه بایستیم و اجازه ندیم که دین و دنیا و فرهنگ و هویت ما ملعبه اجانب شود. این دفینه یا هرچی که هست امانت هست نزد ما. اگر توان استخراج استفاده از آن را نداریم که اجالتا هم نداریم، باید پاسدارش باشیم و بسپاریم به نسل آینده که انشاءالله از ما تواناتر و لایقتر هستند. این یک لحظه سرنوشت ساز برای تک تک شماست آقایان. مطمئن باشید هر کس از این امتحان سربلند بیرون بیاد آینده خودش و فرزندانش رو تأمین کرده. سکوت، آرامش و عدم تحرک در شهر شرط اصلی موفقیته. مأموریت شما از همین لحظه شروع میشه. موفق باشید آقایان. تو صدای خوشی داشتی میرزا. من دل بسته بودم به صدات که بشی بلال و حسین، حی علی خیر العمل، اما نشد. رفتی زیر علمی که قرآن و سر نیزه کرده بود برای سلاخی کلام خدا. ای لعنت به من و امید من. سید، هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. اگر میبینی این برم به خاطر اینه که نمیخواستم با آتیش تو بسوزم. ای جماعتی تیشه به دست، تیشه به ریشه خودتون میزنید چشم بسته. اون پایین زیر این آب که از تو نیست ماست، یه یادگار قدیمه که باید خرج این آب خاک بشه، نه اعتبار موزه های غرب و جیب دلال ها و وطن فروشا. از زندان اگه میکنید برای دفاع از شرفتون باشه، وگرنه حکومت ظلم عربدهای بی شرف ها رو صدای خدا میدونه. نعوذ بالله. سید، هرچی دلت خواست به ما گفتی. اگر تا حالا ساکت بودم فقط به خاطر جد بزرگوارت بوده. پس از سر راه ما برو کنار و ببین این رگ شیطان چطوری مسیر خودش رو عوض میکنه. رگ شیطان خطوط اون کتاباست میرزا که تو رو صاحب فتوا کرده و دین و اعتقادات مردم و ملعبه سیاست. استغفار کن میرزا، استغفار کن. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دلخون شده.